وای مانی چقدر اون گردم من پروانه خوشگله. آره واقعا قشنگه. آره عزیزم ولی میدونی که الان شرایطشو ندارم بخرم برات. آره میدونم حالا ایشالا سری آره من به مانی گفتم اینو براش فرستادم. بچه من سرویس بیام. باش الینا گردنبند خریدی؟ نه بابا چه گردنبندی مگه ندیده بودیش؟ داشتمش. ها پس داشتیش. بچه چی سفارش دادید؟ بچه‌ها من گوشیم زنگ میخوره الان میام. راستی مانی امروز رفتم اون طلا فروشیه که از گردنبند پروانه‌اش خوشم اومده بود. خب هیچی رفتم دیدم توی ویترینشون نیست. ازشون پرسیدم کجاست، گفت همسرتون براتون خریده میخواد سورپرایزتون کنه. واقعا هم سورپرایز شدم. گردن صمیمی‌ترین دوستم دیدمش. چه سورپرایز. ببین عزیزم داری اشتباه میکنی، اونطوری که فکر میکنی نیست. چیزی شده؟ نه چیز خاصی که نشده. من فکر میکردم بازنده این بازی منم، چون کسی رو از دست دادم که کل زندگیمو به اشتباه ریختم پاش. رفیقی رو از دست دادم که جز دشمنی با من چیزی نداشت. هر جوری فکر میکنم من این بازی رو بردم. حالا هم شما دو تا بازنده رو با هم تنها میذارم.